سلام بکس خفن عارف بلوچ، خوش اومدید به این ویدیو زیبای من. آقا شما اگه این سیزن یادتون باشه بتل پسر همه خریده بودن، یعنی یه نفر نیست که این بتل پسر نخریده بوده باشه، مگه اینکه تازه کار بوده باشه دیگه یا پولشو نداشته بوده باشه دیگه. آقا همه خریده بودنش اون سیزن، یعنی مپو باز میکردی میرفتی توی همش این کاراکتره بود، بلا استثنا همش این کاراکتره بود یا کاراکتر دومه. آقا چی کار میکنید؟ یه بتل پس که میخرید اینجوری پوز ندید، ناموسن فخر نفروشید. شاید 4-5 تای دیگه نتونن داشته باشنش، شاید 4-5 تای دیگه داشته باشنش ولی نه بلد نباشن کاراکتر رو پیدا کنن یوز کنن. خجالت بکشید، نکنید این کارو. آقا اکانتر رو میخوام بفروشم، هر کی از خریداره بهم کامنت بذاره بهم بگه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.